ترک‌های سازه‌ای میتونن از 1% تا حتی 100% ارزش بنای اون ساختمان رو کاهش بدن. بله درست شنیدید، تا 100% ارزش بنای اون ساختمان رو کاهش میده. درود به شما عزیزان همراهان گرامی. در ادامه مبحث جلسه قبل در خصوص ترک‌های ساختمانی، این جلسه نحوه محاسبه افت ارزش ساختمان بر اثر وجود ترک‌ها رو با هم بررسی می‌کنیم. ترک‌های ساختمانی که باعث کاهش ارزش ساختمان میشن ترک‌های سازه‌ای هستند. ترک‌های غیر سازه‌ای در محاسبه افت ارزش ساختمان اثر آنچنانی ندارن و قابل چشم‌پوشی است. ترک‌های غیر سازه‌ای شامل ترک‌هایی میشن که عرض و دهنه کمتر از 1 میلیمتر دارند و عمق زیر 1 سانتیمتر رو دارند. اینا رو معمولا ترک‌های غیر سازه‌ای نامیده میشن، مثل ترک‌هایی که اطراف گچ‌بری‌های ساختمان به وجود میاد. ولی ترک‌های سازه‌ای هستن که مهمن و کاهش ارزش ساختمان رو با همراه دارن. اگر در ساختمانی ترک سازه‌ای به وجود بیاد، میتونه این ترک‌های سازه‌ای میتونن از 1% تا حتی 100% ارزش بنای اون ساختمان رو کاهش بدن. بله درست شنیدید، تا 100% ارزش بنای اون ساختمان رو کاهش میده. برای محاسبه افت ارزش ساختمان بر اثر وجود ترک 3 عامل و یا 3 فاکتور مهمه که باید بررسی بشن. عامل اول علت به وجود اومدن ترکه، یعنی باید بررسی بکنیم که این ترک به چه دلیلی به وجود اومده. آیا منشأ نیروی زلزله رو داشته یا نه با نشست ساختمان باعث ترک شده و یا عوامل مختلف دیگری. خب این اولین عامل است. عامل دوم محل وقوع ترکه، یعنی باید ببینیم این ترک در کجای ساختمان به وجود اومد. اگر این ترک در نمای خارجی و اصلی ساختمان باشه، خب بیشترین افت قیمت رو به همراه داره و اگر در اطراف ساختمان باشه کمتر و اگر داخل خود ساختمان باشه کمترین افت رو به همراه داره. عامل سوم مجموع عرض ترک‌های به وجود اومده است که باید اینا ترک‌هایی که توی ساختمان به وجود اومده رو با هم جمع بزنیم، ببینیم این جمع دهنه ترک‌ها چند میلیمتر میشه. اگر این عدد جمع دهنه ترک‌ها حدود 10 میلیمتر باشه، خب این سازه خسارت جدی بهش وارد نشده و افتی که میتونه به همراه داشته باشه از 1% تا نهایت 10% میتونه کاهش ارزش قیمت رو به همراه داشته باشه. ولی اگر این مجموع عرض ترک ها بیش از 10 میلیمتر باشه و هرچی این عدد به عدد 15 و به بالا بیشتر نزدیک بشه، اون پایداری ساختمان و استحکام ساختمان مورد تردید قرار میگیره و خسارتی که به ساختمان وارد شده خسارت جدی است. پس باید دقت بکنیم که اگر به این عدد رسید، یعنی به عدد 15 و یا به بالا رسید، در موضوع بحث استحکام ساختمان باید جدیتر برخورد بکنیم. در خصوص افت ارزش ساختمان بر اثر ترک، مواردی رو که عرض کردم در قالب یک فرمول میشه در نظر گرفت. بنا به تجارب شخصی خودم یک فرمولی رو توی این زمینه طراحی کردم و به دست آوردم و عواملی که عرض کردم خدمتتون موثرن در کاهش ارزش ساختمون رو به صورت ذرایعی در نظر گرفتم. همکاران عزیز من توی این قسمت تمایل به دریافت فرمول و ضرایب مربوطه داشتن، میتونن تو دایرکت به من کلمه فرمول رو ارسال کنم، من با افتخار تقدیمشون میکنم. در جلسه بعد در ادامه مبحث اصلی که ملک را به قیمت کارشناسی بخریم، در خصوص مطلب بسیار مهمی که تو بیشتر مشاورین املاک و بنگاه‌های ساختمانی موضوع مهم از خریدار مخفی نگه داشته میشه
و اون موضوع اثر زمین‌های اوقافی بر روی قیمت ارزش ساختمان است که در جلسه بعد در این خصوص با هم صحبت میکنیم. تا دیداری دیگر، بدرود، حق نگهدار.